دانشمند شناخته تاجیک ظفر میرزایان شب ششم به هفتم ایون سال 2023 در سن 74 از عالم چشم پوشید. مراسم نماز جنازه مرحوم ساعت 12:00 در مسجد مرکزی نویه خوولینگ برگزار می شود. پسر ظفر میرزایان به رادیو آزادی گفت پدرش سالهای زیادی از درد معده و روده اذیت می کشید. سالهای 2000 جراحی وزنین معده و روده گذرانده بود. اینچنین 1.5 سال پیش در ترکیه از سرش جراحی شد. همین بیماری ها بود. یک هفته آخر بیمار شد و با همین به خود نآمده و شب ما را ترک کرد. سبب مرگ پدر همین اذیت معده و روده است، گفته است پسر ظفر میرزایان. ظفر میرزایان 5 ماه سال 1949 در شهرک خوولینگ به دنیا آمده. سال 1972 رشته شرقشناسی و سال 1994 رشته اقتصادی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. ظفر میرزایان سابقه کاریش را به حیث ترجمان در کارگاه همکاری‌های تکنیکی اتحاد شوروی در افغانستان آغاز کرده. سالهای 1972-1973 اسیستنت کافدرای فارسی رشته شرقشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان بود و در سالهای 80 دوباره به حیث ترجمان به افغانستان رفت. ظفر میرزایان با آنکه یگان عنوان علمی نداشت، در علوم شرقشناسی به خصوص در شاهنامه شناسی از عالمان زبردست به شمار می رفت و او را حتی اکادمیک مردمی هم نام می بردند. بسیاری ها در گذشت او را تلفات بزرگ برای علم تاجیک می نامند. از ظفر میرزایان بیش از 500 مقاله علمی و پوبلیسیستی در مطبوعات تاجیکستان و ایران نشر شده. همچنین 3 کتاب، جشن نوروز، عامل خودآگاهی ملی تاجیکان، نیایش نیکان و پاکان و خداوندگار سخن پارسی به یادگار ماند.